يا رسول الله وقدوتنا. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سوال 19 چنین بود: پیامبرمان صلی الله علیه و سلم در چند سالگی اشان به پیامبری مبعوث شدند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی اشان به پیامبری مبعوث شدند. محمد صلی الله علیه و سلم به 40 سالگی رسید و برای انجام رسالت جهانی و آسمانی خود آماده شد. روز در غار در کوه حرا بود که ناگهان جبرائیل فرشته وحی به او پدیدار شد و گفت: بخوان. محمد صلی الله علیه و سلم گفت: من خواندن نمی توانم و به حالتی عجیب فرو رفت. بار دوم همان آواز را شنید که آشکار و روشن گفت: بخوان ای محمد. در جواب گفت: من خواندن نمی توانم. در مرتبه سیوم جبرائیل علیه السلام تکرار کرد: بخوان به نام پروردگارت که آفرید انسان را از خون بسته شده. بخوان و خداوند تو از همه کریمتر است. خدایی که نوشتن را تعلیم داد و به انسان آنچه نمی‌دانست آموخت. این 5 آیت سوره علق به قول مفسران اولین آیت‌های بودند که در ماه رمضان در شب قدر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شدند. پس برادر عزیزم ببین، اولین آیتی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد، این آیت درباره امر بر خواندن است. بخوان به نام پروردگارت که آفرید. برادر ایمانیم، دین اسلام این دین خواندن و آموختن است. این دین طلب علم، این دین معرفت است. این دین علم و دانش است. این دین قلم است. پس بیا برادر عزیزم، بیا به قرآن نظر بکن. علم این میراث پیامبران است. پیامبران بجز علم در این دنیا چیز دیگر میراث نگذاشتند. پس بیا برادر عزیزم، از این میراث بهره بر و دنیا و آخرت خود را با این میراث آباد بگردان. علم این نور خداوند است. پس برادران عزیزم، بیاید دلهای خود را از عداوت و دشمنی و حسد و کینه و بدبینی تازه بگردانیم تا این نور خداوند در قلب‌های ما جای بگیرد و روح و روان ما را روشن بگرداند. برادران عزیزم، این بود معلومات مختصر درباره بعثت پیامبرمان صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا